سلام به همگی و خوش اومدید. امروز می‌خوایم ببینیم هوش مصنوعی چطور داره دنیای توسعه نرم افزار رو زیر و رو می‌کنه. و باور کنید این فقط یه ابزار جدید نیست، نه، این یه تغییر بازی کامله. خب، بذارید همین اول کار با یه چیز عجیب شروع کنیم. یه پارادوکس. این جمله رو ببینید. شاید با خودتون بگید مگه قرار نبود هوش مصنوعی به تازه‌کارا کمک کنه که کدنویسی برای همه راحت‌تر بشه؟ اما داستان اونقدر هم ساده نیست و دقیقاً همین پیچیدگی موضوع اصلی بحث امروزمونه. پس سوال اصلی اینه: چطور میتونیم از این ابزار فوق‌العاده قدرتمند استفاده کنیم بدون اینکه ناخواسته ساختمون سست و بی اساس بسازیم؟ این همون چیزیه که قراره امروز جوابش رو پیدا کنیم. میخوایم یه راهکار عملی بهتون نشون بدیم تا از این قدرت به نفع خودتون استفاده کنید و تو دامهای پنهانش نیفتید. خیلی خوب، بریم سراغ بخش اول. همه چیز از یه ایده خیلی جذاب شروع شد که سریع همه گیر شد. بهش میگن کدنویسی حسی یا همون وایب کدینگ. کدنویسی حسی یعنی چی؟ یعنی یه روش خیلی سریع و خودمونی برای برنامه نویسی. شما دیگه درگیر جزئیات و سینتکس خط به خط نمیشید. فقط کافیه ایداتون رو به زبان ساده بگید و هوش مصنوعی اون رو به کد تبدیل میکنه. یعنی عملاً دارید با کامپیوتر حرف میزنید. نتیجهش چی میشه؟ یه نمونه سازی فوق‌العاده سریع. ببینید شما ایده‌تون رو توصیف میکنید، هوش مصنوعی کد رو تولید میکنه و تمام. چیزی که قبلا شاید هفته‌ها طول میکشید تا به یه نمونه اولیه برسه، الان ممکنه توی چند ساعت آماده بشه. این سرعت واقعا باور نکردنیه و کل بازی رو عوض کرده. اما خب داستان به همین سادگی هم نیست. دقیقاً همینجا یه پیچش مهم وجود داره. این قدرت جدید یه سری چالش‌ها و خطرات غیرمنتظره هم به خودش میاره. ما بهش میگیم پارادوکس دانش. این مقایسه اصل مطلب رو نشون میده. ببینید یه برنامه نویس با تجربه از هوش مصنوعی استفاده میکنه تا کارهایی که بلده رو سریعتر انجام بده. هوش مصنوعی براش مثل یه ابزار تقویتیه. اما یه برنامه نویس تازه کار سعی میکنه از هوش مصنوعی یاد بگیره که چیکار کنه. و مشکل دقیقاً از همینجا شروع میشه. چون هوش مصنوعی کد میده ولی درک عمیقی پشت اون کد نیست. این جمله خیلی خوب وضعیت رو توصیف میکنه. کدی که هوش مصنوعی تولید میکنه میتونه روی شن ساخته شده باشه. یعنی در ظاهر محکمه ولی باطنش سسته. شما یه چیزی رو سریع میسازید، عالی به نظر میاد، ولی وقتی عمیق‌تر نگاه میکنید میبینید پر از مشکلات پنهانه. مثل یه خونه پوشالی که با اولین باد فرو میریزه. و این ما رو میرسونه به چیزی به اسم تله کیفیت دمو. یعنی چی؟ یعنی دموهایی میسازیم که خیلی چشمگیرن، همه چیز توشون عالی کار میکنه، اما فقط تو شرایط ایدئال. تو دنیای واقعی با اولین چالش کل سیستم از هم میپاشه. چرا؟ چون سرعت بالای هوش مصنوعی باعث میشه اون جزئیات مهم و اون پرداخت نهایی رو فراموش کنیم. همون چیزایی که یه نرم افزار خوب رو از یه نرم افزار عالی متمایز میکنه. خب پس راه حل چیه؟ باید کلاً هوش مصنوعی رو بذاریم کنار؟ نه اصلاً. راه حل یه مدل همکاریه، یه جور همزیستی بین انسان و هوش مصنوعی. فکر کنید شما استادکار هستید و هوش مصنوعی شاگرد فوق‌العاده باهوش و سریعه. این رویکرد جدید رو بهش میگن مهندسی به کمک هوش مصنوعی. اینجا دیگه همینطوری درخواست کلی به هوش مصنوعی نمیدیم. نه. اول یه نقشه داریم، یه برنامه داریم. شما به عنوان مهندس معمار پروژه هستید و هوش مصنوعی ابزار شماست که کارهای مشخص و هدفمند رو براتون انجام میده. این استعاره و استادکار و شاگرد رو یادتون باشه. تخصص و تجربه استادکار همچنان حرف اول رو میزنه تا یه کار بی‌نقص تحویل داده بشه. پس یادتون باشه هوش مصنوعی قرار نیست جایگزین قضاوت و تخصص شما بشه. قرار اونها رو تقویت کنه. در نهایت این شما هستید که مسئول کیفیت و معماری کار هستید. و برای اینکه این همکاری خوب پیش بره چند تا قانون اصلی وجود داره. اول، همیشه با یه برنامه شروع کنید، حتی یه برنامه ساده. دوم، از هوش مصنوعی برای کارهای مشخص و کوچیک استفاده کنید، نه کارهای بزرگ و مبهم. سوم، و این خیلی مهمه، تمام کدی که هوش مصنوعی میده رو با دقت بررسی کنید. و چهارم، یادتون نره که شما معمار و مالک نهایی کد هستید. این دیگه کدنویسی حسی نیست، این مهندسیه. خب این بحث ما رو به یه سوال خیلی مهم در مورد آینده میرسونه.
اگه هوش مصنوعی قرار همه کارهای تکراری رو انجام بده، پس نقش ما به عنوان برنامه‌نویس چی میشه؟ ما باید روی چه مهارت‌هایی تمرکز کنیم تا همچنان ارزشمند باقی بمونیم؟ ببینید میشه گفت حدود 70% کارهای یه برنامه‌نویس کارهای روتین و تکراریه. چیزهای مثل نوشتن کدهای بویلرپلیت یا الگوهای تکراری. به این میگن پیچیدگی تصادفی. هوش مصنوعی تو انجام این 70% کار فوق‌العاده است و ما را از شر این کارهای خسته کننده خلاص میکنه. اما اون 30% باقی مونده چی؟ اون 30% پیچیدگی ذاتی کاره. یعنی تفکر عمیق، طراحی سیستم، تصمیم‌گیری‌های سخت معماری و درک واقعی نیازهای کاربر. اینها کارهاییه که هوش مصنوعی از پسش بر نمیاد. این دقیقاً همون جاییه که ارزش واقعی ما به عنوان انسان مشخص میشه و باید روش سرمایه گذاری کنیم. پس مهارت‌های آینده‌مون چیان؟ چیزهایی مثل معماری و طراحی سیستم، داشتن تخصص عمیق توی حوزه خاص، بازبینی دقیق کد و تضمین کیفیت و البته تفکر محصول و درک تجربه کاربری. اینا مهارت‌هایی هستن که نه تنها قدیمی نمیشن، بلکه روز به روز مهمترم میشن، چون هیچ ماشینی نمیتونه جای اینها رو بگیره. و همه اینها در نهایت ما رو به یک نتیجه گیری میرسونه. نقش برنامه‌نویس داره ارتقا پیدا میکنه. ما دیگه فقط کدنویس نیستیم، داریم به مهندس سیستم تبدیل میشیم. یعنی تمرکز ما داره از نوشتن کد به ساختن سیستم تغییر میکنه. این به معنی حذف شدن ما نیست، به معنی بالا رفتن سطح کار ماست. ما وقت کمتری رو صرف جزئیات میکنیم و در عوض بیشتر روی تصویر کلی، روی طراحی سیستم‌های درست و حسابی فکر میکنیم. این جمله به نظرم خیلی قشنگه. مهندسی نرم افزار عالی همیشه در مورد حل مسئله بوده، نه فقط کد زدن. هوش مصنوعی این اصل رو تغییر نمیده، فقط ما رو به چالش میکشه که تو حل مسئله حرفه‌ای‌تر بشیم. ابزارها عوض میشن ولی اصول مهندسی سر جای خودشون باقی میمونن. و بذارید این بحث رو با یه سوال تموم کنم تا بهش فکر کنید. حالا که هوش مصنوعی داره یاد میگیره چگونه کارها رو انجام بده، آیا نقش جدید ما به عنوان برنامه‌نویس اینه که روی چرای کارها تمرکز کنیم؟ به نظر من این همون تغییر دیدگاهیه که آینده حرفه ما رو میسازه.